قاعده 178 چیست که فواید ایمان به قضا و قدر بفهمیم که همین ایمان به قضا و قدر چی فایده داره. همین حالی که ما شما قضا و قدر الهی رو وقتی که خواندیم، حالا یک نفر میگه همین ایمان به قضا و قدر چی فایده میرسونه برای ما و شما میگیم که اول وقتی که ایمان به قضا و قدر الهی داشته باشی، برای انسان مؤمن اطمینان قلبی پیدا میشه. چی پیدا میشه؟ اطمینان قلبی. سعی کنین در حدیث شریف یک قسم میایه، حدیث ترمذی شریف است، ترمذی شریف حدیث است و باز گفته که هذا حدیث حسن صحیح، از حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما است. عبدالله ابن عباس جوان است، نوجوان است، سنش خرد است سنش. میگه کنت خلف رسول الله صلی الله علیه و سلم یوما، میگه یک روز من در پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، سر اسب سوار است یا سر شتر سوار است یا سر مرکب سوار است، مقصد در پشت رسول الله میگه من بودم. فقال یا غلام، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ای پسرک. غلام در زبان عربی بچه‌ای که نابالغه میگن. میگه گفت یا غلام انی اعلمک کلمات، ما چند کلمه برات یاد میدم. سعی کن فایده به قضا و قدر الهی ده. میگه چند کلمه، احفظ الله یحفظک، الله را حفظ داشته باش، به یاد داشته باش، الله تو را به یاد حفظ میکنه. احفظ الله تجده تجاهک، الله را به یاد داشته باش، هر جایی که باشی الله به امرایت میباشه. اذا سألت فاسأل الله، وقتی که سوال میکردی از کی سوال کن؟ دست دعا با بارگاه کی بلند کن؟ به الله. و اذا استعنت، استعانت میخواستی، کمک میخواستی، مدد میخوایی، بگو یا الله مدد، یا الله کمک برسان، یا الله دون. واعلم، سيكون الله سبحانه وتعالى تعليم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اگر کل امت بخواه که برای تو یک کار بکنه که به نفع تو تمام شود، این کار کل امت نمیتونه مگر چیزی را که الله برای تو نوشته کرده. هیچ از خوبی ها را تقاضایت از مردم نکو. اگر کلی بخواه برای تو نیکی بکنه، اونمون نیکی که در تقدیر تصویر کرده میتونه، از اضافه کس کار کرده نمیتونه. به مخلوق سر تخم نکن. ولو اجتمعوا، اگر تمام امت جمع شود، على ان يضروك بشيء، که بر تو یک ضرر بسنه، لم يضروك، ضرر نمیرسنه، الا بشيء قد كتبه الله عليك، چیزی که الله برات نوشته کرده. فهمید؟ یعنی اگر الله برات نوشته کرده بود که یک 3 سال در گوانتانامو تیر کنی، خب کمی 16 قسم دیپلماسی کنی، گوانتانامو میری. فهمید؟ یعنی اگر نه که الله نوشته نکرده باشه. فهمید؟ یعنی اگر کل امت هم یک جای جمع شود بر تو ضرر برسانه، ضرر رسانده نمیتونه. رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم ها برداشته شده و قلم هایی که تقدیر نوشته میکرد، و جفت الصحف، دفترها هم چی شده؟ هیچ سر مخلوق رهی نزده. پس چی است؟ انال ایمان به قضا و قدر بر انسان چی میده در زندگی؟ یک اطمینان میده که هیچ وقت تو را محتاج مخلوق نمیسازه و از مخلوق نمیترسی. فهمیدین؟ دومش است آرامش در قناعت برات حاصل میشه، بر تو قناعت میده. بزرگترین سرمایه در زندگی انسان چی است؟ قناعت است. یک عالم بسیار بزرگ است، میگه من تحقیق کرده بود، یک کتاب نوشته کرده بود، میگه من سر خوشبختی رو در کل دنیا از مردمای مختلف پیدا کردم. یکی گفتم من خوشبختی در چیز، گفت موتر است. رفتم پیش موتردار که موتر شخصی داره، گفتم من خوشبخت هستی؟ گفت نیستم. خوشبخت خود که 2 تا موتر داره، من 1 تا گک دارم. یکی دیگه در خانه است. بالاخره گفت در نهایت فهمیدم که سر خوشبختی در چی است؟ در قناعت است. و این قناعت توسط چی حاصل میشه؟ توسط ایمان به قضا و قدر الهی. فهمیدین؟ خب سوم منفعت قضا و قدر چی است؟ عدم یأس و ناامیدی هست. یعنی انسان مؤمنی که به قضا و قدر الهی تسلیم است، حتی ما و شما خواندیم که اگر کس در گناه هم غرق است، اعمال به خواتیم است، پس این ناامید نمیشه که ما گناه کردیم دیگه، ما از رحمت الله ناامید شدم. پس میتونه که به الله چی کنه؟
رجوع کنه. این یأس و ناامیدی را از بین میبره. چهارمیش مقاومت در مقابل حوادث. بسیار حادثات سخت میسر انسان، مریض میشی، سختی میبینی، این میبینی، خلاص میگی قضا و قدر الهی است، همین برای من هست. من خب اندازه امو توانایی های بشری خود کار کردم، از حس خود کار گرفتم، از عقل خود کار گرفتم، از قرآن کار گرفتم، از سنت اوامر الله را تطبیق کردم، با کتاب الله و سنت رسول عمل کردم. این که الله حال برای من نمیته. از این خاطر بسیار وقت شما سعی کنید که یک نفر خوب عالم است و شیخ الحدیث است و شیخ التفسیر است و خوب نابغه هست، یک خانه شخصی نداره، میگه قضا و قدر الهی البته میره الله برای من خواست، هیچ وقت مایوس نمیشه. اما یک نفر ببینه که گپ زدن خدا یاد نداره، 25 تا بلدنگ داره، صحیح نه، 6 دانه تلفن سر در جیبش. پس انسان در مقابل حوادث دهر، سختی های دهر، مشکلات دهر هیچ وقت متاثر نمیشه. پس این 4 چیز منفعتش چی هست؟ ایمان داشتن به قضا و قدر است. منافع دیگه هم داره که علما درباره باز میشه شما بیشتر تحقیقات داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله.